عقیده من در چی خراب شده؟ گفت که والا من دمی ایران هستم که امی ملک الموت چطور مثلا روح یک نفر در شرق زمین میگیره، روح یک نفر در غرب زمین میگیره در یک لحظه. صحیح نه؟ مشکل از چی پیدا شده بود؟ از تمثیل پیدا شده بود و تشبیه پیدا شده بود. چه قسم تمثیل و تشبیه است؟ این فکر کرده که اینمی ملائکه هم کس مثل ما وارست. صحیح؟ پس این حال ما که اگر در یک کس وظیفه بدیم که برو در شرق زمین اینی کار کو، باز بگویه برو در غرب زمین کار کو، بنابراین ما از شرق تا غرب مجبور هستیم که سر زمین دور بخورم یک طیاره بسیار تیز باشه، ولو که هر قدر طیاره تیز باشه خب یک ساعت وقت خب میگیره. پس این حال چون تشبیه کرده بود ملک الموت هم به خود گفته که حال خیلی چطور میره؟ مثلا یک نفر در شرق زمین روحش گرفت، حالا میره روح نفر دیگر در غرب میگیره و یک ثانیه فرق نداره. این چطور میکنه؟ گفت والا من هر قدر که تصور کردم نفهمیدم. جوابش چه قسم میتونین؟ حالا کی میتونه جوابش بگه؟ این جواب از این سوال که کس کرده بود استاد گفتن چه رقم. این شخصی که ملائکه مثل خود تشبیه کرده که یعنی فکر کرده مثل ما است، ولی چنین نیست. ملائکه های خداوند از خود صفات خاصی داره. یک مثال اگر بتیم، ملائکه مثل که آیت قرآن کریم است مفهومش بگوییم که میگه ملائکه 19 فرشته محافظ دوزخ است، که باز ابو جهل و ابو لهب میگه 19 تاست، مثال 9 تایش من میگیرم 10 تایش شما. وام عین فکر کرده بود عقیده از وام عین چیز بود که 19 نفر است، 19 ملائکه است، ما را بسیار به سادگی از بین میبریم. ما یک قوم هستیم، بسیار بزرگ قوم هستیم، 19 ملائکه بسیار به سادگی از بین میبریم که ما را نتواند در دوزخ بندازه. ولی چنین نیست. ملائکه خداوند بسیار یک مثال که چی بتیم، مثل کره زمین برای ما یک توپ که کتازو بازی میکنیم، برای ملائکه خداوند دی کره زمین مثل همون توپ است که اگر بخواه که 1000 نفر یا 1 میلیون نفر در یک زمان از بین ببر روحش بگیره، مثل که ما توپ زیر پای ما باشه، برای یک دکه هزارات مرچه یا بسیار حشره‌ای خورده که به چشم دیده نمیشه میتونیم از بین ببریم. به این شکل میشه. فهمیدین مثال چه قسم گفت؟ مثالی قسم است شما تصور کنین ملائکه، ما و شما انسان ها در مقابل ملائکه اینطور هستیم مثل که یک مرچگک در مقابل ما و شماست. یعنی وقتی که آیات قرآن بخوانین و احادیث رسول الله صلی الله علیه و بخوانین که نبی اکرم صلی الله علیه و که میگه وقتی که ما ملک الموت به چهره چیز جبریل امین علیه السلام میگه وقتی که ما به چهره اصلیش دیدم، میگه قدماش در زمین بود و سرش در آسمان میخورد. ایناله شما تصور بکنین که اگر ما شما یک کره توپ بسازیم، یک توپ بسازیم از گل، صحیح؟ و این توپ سر میز پیش روی ما ماند. ایناله وقتی که توپ پیش روی ما ماند، در سر زمین توپ 100 200 یا 500 یا 1000 دانه مرچه را رها کنیم و بر ما بگوی که استاد دمی شرق توپ 5 تا مرچه را بکشم، یک تک دادم، صحیح نه؟ دمی غربش هم تک، در شمالش هم امی مرچه را کلش که جغمک کو، امی توپ گرفته قلقل کرده در زمین. پس زمین ما و شما در مقابل ملک الموت مثل چی وارست؟ مثل یک توپک خورده است. از این خاطر پیش روش این نظام شمسی کلش ماندگی است. اینا یک مرچگک از این توپ گریخ رفته این توپ دیگه، گیر کردنش بر ما شما آسان است نیست؟ یک نفر این در مریخ گیر میکنه صحیح نه؟ و دیگر در تارات گیر میکنه. کل نظام شمسی در مقابل یک ملائکه مثل کل مثل که سر یک میز باشه. اینا پیش روی تو کل نظام شمسی اینجا بیاره، کل توپا را مانده باشه و تو را بگه که در اینجا در آفتاب بگی در کله زمین بزن، این کره را بگی این توپ کلان را بگی در کله توپ چی بزن؟ خود بزن. پس اینال مشکلی که در عقیده پیدا میشه
بازی برادر قناعت کرد. پس مشکلی که در عقیده پیدا میشه از چی پیدا میشه؟ از این پیدا میشه که ما خود تشبیه میکنیم با چی؟ با یک ملائکه. پس باید بفهمیم که ملائکه دیگه مخلوق است، ما دیگه مخلوق هستیم، مرچه دیگه مخلوق است، میکروب دیگه مخلوق است. یعنی حالا اگر یک میکروب در داخل دندان باشه، نه؟ صحیح نه؟ در داخل دندان یک میکروب است. به یک میکروبه که دیگه میگه چطور است این مملکت؟ و باش بگه که نه بیادر این تنها خوی مملکت نیست. این خود تنها تو این مملکت است. یک مردکی دیگه کسی یک میکروب دیگه بر من زنگ زده بود که در چشمش است و یک مملکت دیگه است. پس بر از اون میکروبه که در داخل دندان ما و شماست، دندان ما تو یک مملکت است. دهان ما تو برش یک بحر اعظم است. صحیح است؟ و باز اگر از دهان ما و شما این میکروبه که بکشی در گوش میری میگه اوه در قاره دیگه رفتم. این الله جل جلاله این مخلوقات کلش خلق کرده. پس موضوع مثل یک مخلوق یک حجروی است. هستیم نه بعضی باکتریاهای یک حجروی در مقابل کی؟ در مقابل یک ملائکه. از این خاطر ملائکه های هستن که و بسیار بزرگ هستن. این حال وقتی که موضوع تشبیه در یک مخلوق با مخلوق تشبیه کرده نمیتونیم. پس در صفات خالق هم چی رو گفتیم؟ گفتیم که تمثیل در اصطلاح عقیده ذات و صفات خالق را مثل ذات و صفات مخلوق عقیده نمودن است. اینی را میگه که تشبیه. از این خاطر میگه شما چی نکنین؟ تمثیل نکنین. خالق با مخلوق مشابه فکر نکنین و برعکس ازی مخلوق با خالق مشابه فکر نکنین. صحیح شده انشالله. دیگه چه میرین؟ واضح سین انشالله. لیس کمثله شیء فلا تضربوا لله الامثال. فلا تضربوا لله الامثال. الله منع میکنه، میگه برای خداوند به الله مثال ها بیان نکنین. نگوین که مثل فلانی وارثه، مثل فلانی وارثه، مثل فلانی وارثه. این مثال ها را برای الله بیان نکنین.